و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. می سلامتیتان استاد معزز میبخشید. در مورد گروه حماس که فعلا در فلسطین در حال جنگیدن با اسرائیل هستند معلومات دید. بارک الله فی عمرک. آمین. گروه حماس که است متاسفانه یک گروهی است که استقلالیت خود نداره، یعنی صحیح به منهج اسلام روان نیست. که کفارو که دوستی داره، که رافیزی ها دوستی داره، یعنی کسایی که دشمن صحابه است، نه رژیم ایران، نه دشمن صحابه است، دشمن قرآن، حتی دشمن سنت، دشمن احادیث پیامبر، دشمن مسلمان ها که ازوای دوستی داره دیگه. اینا یعنی خودشان مستقل که عقیده توحید قبول کرده باشن و علی کفار دنیا باشن نیستن. اینا چی بگویم دیگه، یک نوع یعنی مزدوری ایران هم میکنن متاسفانه.